الان تقریبا نزدیک به 24 سال هستش که در عرصه تجارت دارم کار میکنم. بحث واردات، صادرات، شرکت دارم، کارت بازرگانی دارم و خیلی چیزهای دیگه. شما زمانی که میخواید یک تجارت بین المللی داشته باشید که در کشورهای متفاوت خب انبار داشته باشید، پرسنل داشته باشید، پروداکت داشته باشید و یا خیلی چیزهای دیگه، حداقل شما بین 100 200 تا 500 هزار دلار کف قضیه باید شما سرمایه اصلی داشته باشید. اما در کمپانی فوراور شما این تجارت رو فقط دارید با 500 دلار آغاز میکنید و این امکانات در سر تا سر دنیا در 170 نمایندگی در اختیار شماست که شما بیایید از دفاتر مختلف استفاده کنید. تمام زحمات رو فوراور میکشه، اما شما داری محصول رو میفروشی و سود زیادی رو از سهم فروش